شرایط طبیعی امکان می‌دهد که باغداران ناحیه فیض‌آباد از بنیادی باغ‌های عنعنوی و معاصر حاصل فراوان به دست دارند. به قول باغداران امسال حاصل سیب خوبتر است و خواجگیداران می‌توانند بازارهای داخلی را با میوه‌های شهدبار این دیار فیضبار تأمین نمایند. کشاورزان شکرگزاری می‌کنند که صاحب استقلالی و صاحب دولتی برای آنها زمینه فراهم آورد که در استحصال و فروش محصولات آزادی کامل داشته باشند. دوران صاحب استقلالی با کشاورز تاجیک امکان داد که میدان باغ‌های معاصر را وسیع‌تر و از حساب بلند برداشتن محصولناکی سبد استعمالی را تأمین و صادرات میوه‌های شهدبار وطنی را افزونتر گردانند. خواجگیداران به خاطر گرفتن منفعت بیشتر اقتصادی سالهای اخیر و بنیاد باغ‌های سوپر اینتنسیوی و اینتنسیوی شروع کرده باور دارند که با مصلحت عالمان و متخصصان ساحه و رعایت تمام اگرتکنیکای پرورش می توانند در فراوانی میوه‌های از لحاظ اکولوژی خیلی تازه وطنی که از حساب چشمه‌های کوهی آب می‌خورند موفق گردند. میدان باغ‌های حاصل دهنده در ناحیه فیض‌آباد زیاده از 6000 گکتار و میدان تاگزار باشد 4000 گکتار را تشکیل می دهد که باغداران برای بلند برداشتن حاصلناکی باغ‌ها از تمام اگرتکنیکای پرورش ثمره‌ناک استفاده می برند. بهر بلند برداشتن نشاندادهای استحصالی و گرفتن فایده صاف برای باغداران تمام شرایط مهیا گردیده است و با شکرگزاری از وطن آرام و صاحب اختیار خواجگیداران صاحب تجربه از ثمر مهنت روزگاری آباد و پربرکت و آسایشته دارند. در حدود جماعت دهات چشمسار 1350 گکتار باغ می باشد. امسال دهقانای ما خیلی خوب مهنت کردند. بین قطارهای باغ ثمرناک استفاده بردن زمین رو گلکارم و کارتشکا کردند. از حاصل کارتشکا 30-35 سانتی حاصل به دست آوردند. گلکارم 45 تا 50 سانتی حاصل به دست آوردند. بین قطار باغ‌های جوان کشت کردن سبزیجات و پالیزی و دیگر نوع محصولات امکان می‌دهد که کشاورزان در برابر میوه‌های خوش‌صفت همچنین از حساب استحصال دیگر سبزیجات نیز فایده به دست دارند. باغ‌های غرق حاصل بازگوی آن است که مرحله به مرحله خواجگیداران و اصول‌های معاصر رو آورده از حساب صفتناکی بلند محصولات نیز به دستاوردهای نظررس نائل می‌گردند و میوه‌های با صفت این سرزمین آفتابی نه تنها در داخل بلکه در خارج مملکت نیز خریدار و طلبگاری زیاد پیدا می‌کند.